خلاصه کتاب فضا، زمان و معماری نوشته سیگفرید گیدئون، تهیه شده توسط کانال آرکلند پرو. درباره نویسنده و کتاب، سیگفرید گیدئون، مورخ و نظریه پرداز معماری آلمانی آمریکایی، یکی از برجسته ترین متفکران حوزه تاریخ معماری در قرن 20 است. گیدئون با نگاهی فلسفی و جامعه شناسانه به معماری می‌نگرد و سعی می‌کند ارتباط عمیق بین فضا، زمان و تحولات فرهنگی را درک کند. کتاب فضا و زمان و معماری Space, Time and Architecture که اولین بار در سال 1961 منتشر شد، یکی از مهمترین آثار در تاریخ معماری مدرن به حساب می آید. این کتاب نه تنها تاریخ تحولات معماری را از دوران کلاسیک تا مدرنیسم بررسی می کند، بلکه به ما کمک می کند بفهمیم معماری چگونه بازتاب دهنده تغییرات در درک انسان از فضا و زمان است و چگونه این دو مفهوم بر شکل و روح ساختمان‌ها اثرگذار هستند. خلاصه مفصل کتاب. مقدمه: معماری به مثابه زبان فضا و زمان. گیدئون با این فرض آغاز می کند که معماری فراتر از مجموعه‌ای از سازه‌های فیزیکی است. معماری در واقع یک زبان است. زبانی که می تواند داستان زندگی انسان‌ها، فرهنگ‌ها، تکنولوژی و باورهای یک دوره تاریخی را روایت کند. دو عنصر بنیادین این زبان فضا و زمان هستند. ما در طول تاریخ تغییر کرده ایم و به همین ترتیب نگاه ما به فضا و زمان نیز تحول یافته است. معماری نشان دهنده این تغییرات است. هر دوره معماری بازتاب نوعی خاص از درک و تجربه فضا و زمان است. فصل اول: معماری کلاسیک و ثبات فضا. گیدئون در ابتدا به معماری یونان و روم می‌پردازد، جایی که معماری بر اصول نظم، تقارن و هارمونی استوار است. این دوره معماری به گونه‌ای طراحی شده که حس پایداری، تعادل و آرامش را منتقل کند. در معماری کلاسیک فضاها واضح و تعریف شدند و فرم‌ها به دنبال القای حس ابدیت و ثبات هستند. زمان در این دیدگاه چرخه‌ای است، به این معنا که طبیعت و جهان دنباله‌ای از تکرارهای مکرر است. فصل‌ها، روز و شب، حرکات سیارات که به طور منظم تکرار می‌شوند. ساختمان‌ها با این نگاه به عنوان نمادهای ماندگاری در جهان طراحی می‌شدند. نمادهایی که قرار بود برای همیشه بایستند و نظم جهان را به نمایش بگذارند. فصل دوم: معماری گوتیک و مفهوم زمان متحرک. گیدئون سپس به معماری قرون وسطی و سبک گوتیک میپردازه که در تضاد کامل با معماری کلاسیک قرار داره. در گوتیک ساختمان‌ها به سمت بالا کشیده شدن. نور و سایه به طور پیچیده‌ای بازی می‌کنن و فضاها بیشتر حس حرکت، تعلیق و دگرگونی رو القا می‌کنند. اینجا زمان دیگه چرخه‌ای نیست، بلکه به صورت لحظه‌های متوالی، تغییرپذیر و در حال گذر تجربه میشه. کلیساهای گوتیک به گونه‌ای ساخته شدند که حس صعود به سوی نور و معنویت رو القا کنند، حرکتی که ما را از دنیا به عالم روحانیت میبره. این معماری ارتباطی عمیق بین فضا و تجربه روحانی و زمان لحظه‌ای برقرار می‌کند. فصل سوم: دوره رنسانس و بازگشت نظم هندسی. رنسانس با بازگشت به اصول هندسی و کلاسیک تلاش میکنه تا نظم، تناسب و تعادل رو در معماری بازگردوند. در این دوره معماری همچنان بر منطق و عقلانیت تاکید داره و میکوشه به جهانی ساختاری آفته و قابل فهم تبدیل بشه.
گیدیون این دوره رو مرحله‌ای میدونه که انسان به دنبال کنترل و تنظیم فضا و زمانه. زمان خطی پیشرونده و قابل اندازه‌گیری میشه. ساختمون‌ها متقارن و قابل پیش‌بینی‌اند و تلاش می‌کنند تعادل میان زیبایی، کارکرد و اصول ریاضی برقرار کنند. فصل 4: معماری باروچ و تغییر در درک فضا و زمان. باروچ که به عنوان پلی میان رنسانس و مدرنیسم شناخته میشه، نوعی بازی با فضا و زمان رو معرفی میکنه. در این سبک فضاها پر جنب و جوش، پیچیده و پر از حرکت هستند و زمان به صورت دراماتیک و هیجانی تجربه میشه. گیدیون توضیح میده که باروچ بر عناصر نمایش و صحنه‌سازی تکیه داره. ساختمون‌ها و فضاها به نوعی روایتگر داستان‌ها و تجربیات متحرک هستند، نه فقط فرم‌های ایستا و بدون تحول. فصل 5: انقلاب صنعتی و تولد مدرنیسم. در این فصل مفصل گیدئون به انقلاب صنعتی میرسد که تغییرات عظیمی در مفهوم فضا و زمان ایجاد کرد. با توسعه تکنولوژی، حمل و نقل سریعتر و زندگی شهری پرشتاب، تجربه انسان از زمان تبدیل به چیزی خطی، سریع و پرتنش شد. معماران مدرن مانند لوکوربوزیه، والتر گروپیوس و میس ونروه در واکنش به این تغییرات معماری را به سمت سادگی، عملکردگرایی و فرم‌های هندسی سوق دادند. گیدئون تاکید می‌کند که در مدرنیسم فضا دیگر فقط صحنه نیست، بلکه باید با سرعت و دگرگونی زمان هماهنگ شود. ساختمان‌ها شفاف، انعطاف پذیر و قابل تغییر طراحی شدند تا با شرایط جدید زندگی شهری تطابق پیدا کنند. فصل 6: معماری و شهرسازی مدرن. در این بخش گیدئون به تحلیل تحولات شهرسازی مدرن می‌پردازد. شهرهای بزرگ و صنعتی به مراکز پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شدند که نیازمند رویکردهای نوین در طراحی و برنامه‌ریزی هستند. او نشان می‌دهد که فضاهای شهری مدرن دیگر صرفاً مکانهای ایستا نیستند، بلکه سامانه‌های داینامیک و در حال تغییرند. معماری و شهرسازی باید پاسخگوی نیازهای متعدد و متغیر جامعه باشند و تجربه‌ای زنده و معنادار برای ساکنان فراهم کنند. فصل 7: معاصر بودن معماری، فضا و زمان در جهان امروز. گیدئون در پایان به معماری معاصر می‌پردازد و تأکید می‌کند که معماری امروزی باید همواره در حال بازتعریف مفهوم فضا و زمان باشد. سرعت تکنولوژی، ارتباطات جهانی و تغییرات فرهنگی باعث شدند که فضا و زمان به شکلی چند وجهی و چند لایه تجربه شوند. معماری موفق معماری است که بتواند با این پیچیدگی‌ها کنار بیاید، فضاهایی خلق کند که تجربه انسانی را غنی سازند و همزمان با جهان پرشتاب امروز همگام باشند. جمع‌بندی نهایی. کتاب فضا و زمان و معماری یک سفر فلسفی و تاریخی است به درون درک ما از فضا و زمان و تأثیر آن بر معماری. گیدئون نشان می‌دهد که معماری فراتر از سازه‌ها و فرم‌ها بازتابی از تغییرات عمیق در آگاهی انسانی است و نقش کلیدی در شکل‌دهی به تجربه ما از جهان دارد. این کتاب یک مرجع ضروری برای دانشجویان معماری، معماران و علاقه‌مندانی است که می‌خواهند معماری را در چارچوب گسترده‌تر فرهنگی، فلسفی و تاریخی درک کنند. این خلاصه کتاب توسط کانال آرکلند پرو تهیه شده. برای شنیدن خلاصه کتاب‌های دیگر معماری، کانال آرکلند پرو را سابسکرایب کنید و جا نمانید از دانشی که میتونه مسیر معماریتون رو متحول کنه.